شالیکاری یکی از سمت‌های اساسی در ساحه کشاورزی به حساب می‌رود. همه‌ساله خواجگیداران شالیکار در ماه اکتبر با جمع‌آوری شالی شروع می‌کنند. چنانچه از ریاست کشاورزی ولایت اطلاع داده شد، محض با شالیکاری خواجگی‌های دهقانی و انفرادی و عائلوی شهر و ناحیه‌های پنجکند، اسپره و کنیبادام، اشتومسچا، سپیتامین و جبار رسولوف و ناحیه باباجان غفورов سر و کار دارند. سال جاری در ولایت سوغد در همه نمود خواجگیداری و یکجایی با کشت تکراری در مساحت عمومی 10,000 گکتار شالی کشت گردیده است. امروز در میدان شالیزاری خواجگی‌های کشاورزی ناحیه باباجان غفورov که سال جاری 2502 گکتار را تشکیل می‌دهد، جمع‌آوری شالی متشکلانه جریان دارد. بنا به اطلاع از ریاست کشاورزی ناحیه باباجان غفورov، از مساحت عمومی شالیزار تا به امروز 1600 گکتار آن دریافت شده، از هر گکتار به حساب میانه تا 53 سنتنری حاصل گرفته ایستادند. دهقانان شالیکار امروز کوشش دارند از هوای مساعد استفاده نموده دسترنج خشت را سری وقت و بی‌تلف جمع آوری نمایند. من در ناحیه باباجان غفورov 2 هکتار شالی کشت کردم. امروز جمع آوری کردم. هر سال نگاه کرده امسال حاصلناکی بهتر است. منبع اساسی تامین اهالی با آذوقه و با جای کار ساحه کشاورزی به شمار می رود. رشد ساحه مذکور پیش از همه به بهداشت وضع اقتصادی اهالی دهات مساعدت می نماید. برای جمع آوری نمودنی محصولات کشاورزی به غیر از سهامداران، یاردمچیان نیز به کار جلب گردیدند. در حدود ولایت اساساً شالی های نوی دیوزیره، کنجه، مرجان، نقوس، آوانگارد، لازورنه و مروارید کشت و استحصال می گردد. اگر سال گذشته در مجموع 50,000 تن شالی استحصال گردیده باشد، سال جاری کشاورزان شالیکار نقشه دارند این نشان داد را زیادتر نمایند. در میدان‌های خواجگی‌های شالیکاری ناحیه باباجان غفورov محصولات زیاد بوده، سری وقت جمع آوری آن برای فراوانی و ارزان گردیدن این نمودی محصولات کشاورزی زمینه می‌گذارد. مستانه محیدالله زاده، زمجان شریفov و سلیم عادلزاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار.